سلام، محمد الماسی هستم و امروز میخوایم با هم دیگه راجع به فیلم زن و بچه صحبت بکنیم، ساخته سعید روستایی. فیلم به شدت غیر منطقی و غیر عقلانیه. نکته اولی که توی فیلم برای شما خیلی جذابه همون صحنه اوله که یه جمع زیادی از خانوما رو میبینید که اومدن دارن کارهای زیبایی میکنن، در صورتی که این صحنه خیلی چیپیه، صحنه خیلی زشتیه، نشون میده خانمای ما صرفا به زیباییشون توجه میکنن. بعد فیلم که جلو میره شما متوجه میشین که این دلیل داشته. ایشون در حوالی سن 40 سالگی با 2 بچه میخواد تجدید فراش بکنه. قبلا تو فیلم های ایرانی نشون میدادن که مثلا مردی به خاطر اینکه بچه‌هاش حالا مادرشون فوت شده میاد تجدید فراش میکنه، بچه هم داره، بعد حالا یه سری مشکلات. الان برعکس شده در سینمای ما. در سینمای ما الان خانومی هست، شوهرش حالا فوت شده، طلاق گرفته یا هر چیزی و میخواد تجدید فراش بکنه. این صحنه‌ای که شما میای برای یک خانم حوالی 40 ساله با 2 بچه جلسه خواستگاری برگزار میکنی، خیلی غیر منطقیه، خیلی غیر واقعیه، خیلی فانتزیه. خب بنابراین اصلا توی فریم اجتماعی نمی گنجه. خب نکته دیگه ای که داره اینه که خود خانواده داماد در جریانند که ایشون مثلا ازدواج دومشه. اون صحنه که خواهر برمیگرده میگه شما دفعه چندمته داری ازدواج میکنی، ما برادرمون دفعه اولش. خب این خیلی خیلی فیلم رو از اون چارچوب منطقیش خارج میکنه. بعد ناگهان شما عشق بین داماد و خواهر عروس رو میبینید که اینم خیلی غیر منطقی و غیر اخلاقی و خیلی زننده است. حالا مادر میاد به 2 دخترش با اون جمله معروف تو بعد 2 سال چجوری نفهمیدی این چه حول بیناموسی، آب پاکی رو میریزه رو دست دختراش. اما میبینید که نه، در ادامه فیلم بله این فکر کنم کاراکتر آیه پیمان موادی اسمش حمیده، حمید با مهری ازدواج میکنه و بچه دار هم میشن القصه. بنابراین فیلم خیلی غیر منطقیه. اونجایی که شما دارید میبینید که مادر این 2 بچه داره تلاش میکنه بچهشو بذاره پیش مثلا دوستش، بذاره اردو، علیا رو بذاره اردو و در نهایت ناچارن میرسه به پدر شوهرش. ببینید شما هیچ وقت نمیرید پیش پدر شوهرتون، هیچ وقتی همچین اتفاقی نمیفته و بگید اوکی پسرت فوت شده، شوهر قبلی من مرده، اما من هنوز جوونم، رفتم جلسه جوانسازی پوست، الان برام خواستگار اومده، بیا بچه های پسر مردت رو بگیر، من هنوز جوونم میخوام ازدواج بکنم، برام خواستگار اومده، ببینم این خواستگار میخواد چجوری با هم تا بکنه، چجوری میتونم باش قرارداد ببندم. این صحنه و اون دیالوگ های مصنوعی که بین عروس و پدر شوهر اتفاق میفته خیلی زننده است و اون جایش خیلی غیر منطقی میشه که پدر شوهری که پسر خودش فوت شده و منطقاً نوه پسریش رو خیلی دوست خواهد داشت، خوبه برمیگردیم که بچه های تو وحشی هن، در صورتی که هیچ وقت هیچ پدر شوهری به بچه های پسر فوت شده خودش اینو نمیگه. بعد دیالوگ بعدی رو علیار میگه که میگه این وحشی با من بود، وحشی جد و آبادشه. ببینید این صحنه ها و این گفت و شنود ها اصلا اتفاق نمیفته، اونم برای پسری که پدرش فوت شده. به پدر بزرگش فوش نمیده چون پدر بزرگه بهش بیادبی نمیکنه. ولی ما میایم یه داستان ماکارونی رو توی سکانس اول داریم، تو نمیدونی وقتی من ماکارونی میخورم چجوری اسیر دستشویی میشم، علیار اینو میگه. بعد میایم جلوتر معلوم میشه پدر بزرگه براشون ماکارونی درست کرده، در حالی که وقتی یک همچین حالا موضوعی هست پدر بزرگها و خانواده کاملا میدونن که مثلا بچه به فلان غذا حساسیت داره. خوبه همه میدونن، تو کل خانواده عمه میدونه، خاله میدونه، دایی همه میدونن و گفتنش اصلا بد نیست، من به فلان غذا حساسیت دارم، اوکی درست نمیکنیم، نمیپذیم، نمیخوریم، بذاریم. ولی چون میخوایم فیلم رو ببریم تو فاز فانتزی مجبوریم که اینجور داستان رو
از مدار منطقی خارج بکنیم. تیکه دوم فانتزی بودن این فیلم که اصلا اجتماعی نیست و اصلا اتفاق نمیفته اینه که شما میای عشق یک پسر بچه 14 ساله رو به یک زن حوالی 30 ساله نشون میدی و میگی که ببینید چقدر صحنه اجتماعی بوده، دنبال اینه که مثلا با دوست مادرش میشد دیگه، با دوست مادرش وارد رابطه بشه. شما شمارتو خودت باید بدی به من که شمارتو دارم ولی خودت بدی خوبه. ببین این صحنه و این گفت و شنودها و در نهایت اون تلاشی که مادره میکنه برای اینکه عادی سازی بکنه، میگه حالا بذار این جلسه خواستگاری تموم شه برات میام خواستگاریش. بعد داری الان چی رو تصویر میکشی؟ کودک همسری رو، یه بچه 14 ساله توی مثلا یه چه میدونم فعل انفعالات هورمونی عاشق مثلا همکار مادرش شده با بالای 30 سال، بعد این هیچ اتفاقی نمیفته. مثلا همکاره میگه وقتی داره کادوها رو چک میکنه میگه حالا اینا که چیزی نیست، ولی اونا واقعا چیزیه برای اون سن و واقعا باید بره پیش چه میدونم روانپزشک، بره پیش روانشناس و درمان بشه موضوع اون سطح از علاقه به اون خانوم توی اون سن. به یه دفعه میگه کدوم پسر 14 ساله‌ای برای من با این سن طلای واقعی میخره؟ بعد شما می مسیر خریدن طلای واقعی رو که نگاه بکنی میبینی بله میرفته با فرفرش قمار میکرده، از داخل مدرسه خودش نه، میرفته یه مدرسه دیگه. خوبه، بعد مدرسه دیگه مدیر نداره، ناظم نداره، بابای مدرسه نداره، معلم نداره اون کلاسا. خوبه، من یه صحنه دیدم وقتی داره میره توی کلاس تراشکاری هم هست، وقتی داره میره توی کلاس معلم هست، یعنی یک شخص حالا مسن‌تر از نسبت به بقیه بچه‌ها هست معلم. بعد میره اونجا برنده میشه، بعدم میاد بیرون خیلی راحت، هیچ کس هم بهش ایراد نمیگیره، هیچ کس هم، فقط همه نشستن و دارن لذت میبرن از این مسابقه. بعد سمخانیان میاد میگه چی؟ میگه بچه شما کارهای بدش رو اونقدر خوب جلوه میداد که بچهای دیگه حسوده میکردن. ببین الان دارین چی رو تعریف میکنن تو فیلم؟ که بچه ها برن مثلا یه سری رفتارهای اینجوری از خودشون نشون بدن و در نهایت بگیم آقا خوبه دیگه، متناسب با سنش داره رفتار میکنه، حالا براش میریم خواستگاری زن 30 ساله، بره یه ذره قمار بکنه، مثلا به مادرش برگرده بگه چقدر میتونم به شعورت اعتماد بکنم. ببینید اینا فقط توهینه و فقط نشون میده که تیم نویسندگی و کارگردانی چقدر بی سواد بوده نسبت به مسائل اجتماعی. فیلم اجتماعی نیستش که آقا من بازیگرم مثلا از فلان مدل ماشین آوردم سوار مثلا اتوبوس خط واحدش کردم دیگه، فیلم از این اجتماعی تر. یا مثلا بازیگر من چه میدونم توی یک بیمارستان عمومی داره کار میکنه دیگه، فیلم از این اجتماعی تره. مثلا سوار مترو شد، فیلم اجتماعی دیگه، بازیگر سوار مترو شد دیگه، فیلم اجتماعی. نه، داستان فیلم باید بالای 80 تا 90% تو جامعه ما اتفاق بیفته که شما بتونی به فیلم بگی اجتماعی. یعنی من آدم عادی بتونم حس کنم که بله این اتفاق ممکنه در جامعه ما بیفته، در صورتی که اینجا نمیفته. بازی آقای حسن پورشیرازی به شدت ضعیفه اینجا، بازی آقای حسن پورشیرازی به شدت ضعیفه. کلا شما بازیگر خوب نمیبینید، دیالوگ خوب نمیبینید، تلاش بازی خوب نمیبینید. کلا 3 تا دیالوگ داره، 3 تا جای خوب داره که احساس میکنی نفرات دارن بازی میکنن. یکیش اونجاییه که آقای سمخانیان داره به مادره، با اون دانش آموز دماغ شکسته، فیل دماغ، داره با اون دیالوگا توضیح میده که ببین مادر علیار چقدر پسرت ناجور بوده و اون اخراج به حق بوده. یکی اونجاست که داره تلاش میکنه. یکی اونجاییه که هم بحث ها جدل حمید و مهنازه، لابلای آمبولانس ها، لابلای هتل آمبولانس، که یه ذره داره نشون میده که بازی دارن میکنن، تلاش میکنن. یکی هم اون تیکه‌ایه که آقای سمخانیان داره به چشمای دختر توی دادگاه نگاه میکنه و بعد میزنه بیرون.
کلا ما همین 3 تا سکانس رو داریم. سکانس درامش هم که میشه همون سکانسی که خانم ایزدیار داره توی بیمارستان التماس میکنه به دکتر که یه دونه دیگه مثلا شوک الکتریکی بزنی، یه دونه دیگه بزنی به هوش، یه دونه دیگه بزنی زنده میشه. در حالی که کلا یه فیلم 2 ساعته برای من 4 تا سکانس داره، 3 تا سکانس داره. اصلا جذاب نیست، اصلا قشنگ نیست. یکی از جاهایی که اصلا خوب نیست توی این فیلم و اصلا فیلمو احساس میکنی که یه فیلم اجتماعی، اون صحنه ها و اون تلاش های مادر بزرگ است که داره میگه من میخوام علیا رو از همه جای این خونه حذف بکنم. لباسشو هنوز 40 این فوتی هم نداریم، نرسیدیم ما. لباسشو میشوره، خواهر کوچیکه رو به عقد برادر اون حوله بیناموس در میاره، نگاه میکنه که هر جا مثلا یک فضایی هست که مثلا علیار توشه پاک میکنه. اینا واقعا غیر منطقیه وقتی ما هنوز به سال متوفامون هم نرسیم و اصلا اجتماعی نیست برای ما، اونم برای یک مادری که فرزند نوجوان خودش رو از دست داده. ببینید یه مسیری رو فیلم طی کرد، مسیر مقصریابی یا هم غم پیدا کردن. خوب بود. مادر سعی میکرد بگه آقا جان دوست من که علیا رو نبردی پیش خودت، تو مقصری. خوبه و فکر کنم اسم دوستش رعنا بود توی فیلم، گفتش تو نمیتونی عذاب وجدان به من بدی. یا مثلا اونجایی که میره پیش سمخانیان و میگه آقا جان چرا نبردینش اردو مرد. اینا صحنه‌های قشنگیه توی فیلم، اما من هنوزم باورم بر اینه که خودش هم باید یک جایی، یک نفری، حالا بازیگر کاراکتر حمید آیه پیمان ماد، یه جای یه نفری باید بهش میگفت که آقا خودت هم مقصری، خانم خودت هم مقصری که توی اون سن برای خودت جلسه خواستگاری گرفتی. خب این قشنگ بود، این تلاشه برای این که آقا با من همغم بشید، شریک غم من بشید، یه ذره درک بود. اوکی. اما چیزی که بدش میکرد اون صحنه‌ای بود که مثلا میرفت با ماشین میکوبید توی ماشین سمخانیان، در حالی که میدونست تمام سمخانیان لیست کرد تمام مشکلات پسرش رو و جمله قشنگی هم گفت مشکلات پسر شما توی مدرسه حکمش اخراج موقته، توی جامعه زندان و بازداشته. خب وقتی اینقدر واضح و اینقدر شفاف و اینقدر جامع و کامل ناظم مدرسه به توضیح میده، تو از تمام گفته های ناظم مدرسه رد میشی، صرفاً میای میگی آها ماشین تو که خطی نکرد چون جون منو قسم خورده بود، بریم با ماشین بزنیم تو ماشینش بی دلیل. چرا؟ چیکار کرد مگه؟ چه اتفاقی مگه رقم خورد؟ خوبه. اینام صحنه‌ای بود که این صحنه‌ای بود که واقعا به نظر من بی ربط بود. اصلا اون صحنه تصادف شما اگر دقت بکنید، بازیگر قبل از این که حتی این ماشین ها به همدیگه برسن، بازیگر فرمون رو میچرخونه و این ترس تصادف رو فکر کنم مدت 3 تا 5 ثانیه زودتر به خودش انتقال میده و شرایط رو میاره تو شرایط تصادف، در صورتی که ماشین هنوز به اون یکی نرسید. خب این نشون میده که کارگردانی هم ضعیف بوده. یعنی بازیگر یه ذره صبر کن، قرار تصادف بکنی سری نترس، خوبه؟ یه ذره دیرتر بترس. اینا نشون میده که فیلم به شدت به نظر من ضعیفه. نکته‌ای که هست این تلاش حمید بود برای گرفتن حضانت دختر کوچیکه که حضانت رو بده به پدر بزرگش، و تو نقطه مقابل تلاش‌های مهناز بود که مهری طلاق بگیر از حمید. تو طلاق بگیرین تا 7 سالش بشین، جملهش این بود دیگه. 3 تا زن گرفته، حضانت بگیرم نیست. کلا 4 تا کاراکتر مرد داریم تو فیلم: پدر شوهره، حمید، پسر کوچیکه و آقای سمخانیان. یه کاراکتر وکیل هم داریم که زیاد توی فیلم نیست، پررنگ نیست آنچنان، اما نکته‌ای که داره عین این 4 نفری که داره تو فیلم نشون میده، از حمید که یه حول بیناموس بذاریمش کناره، آقای سمخانیان که یه آدم دوگم بده، سفته، اصلا نمیشه باش صحبت کرده، بی معرفت. پدر شوهره که توی فیلم یه جای اشاره میکنه، میگه اگه تو میتونستی الکل رو ترک بکنی حتما نظارت این بچه‌ها رو میگرفتی. پدر شوهره که اونجوری بده. این بچه هم که در نهایت همون 2 سکانس اول میمیره، 2 دقیقه اول میمیره. اوکی، کاری بهش نداره. کلا 4 تا کاراکتر مرد داریم، هر 4 تاش بدن. بعد میان تو نقطه مقابل
سه چهار تا کاراکتر خانم داریم. یکیشون مادر است که داره تلاش میکنه زندگی بکنه، یکیشون خواهر است که خب بالاخره زندگی میکنه، ازدواج میکنه، حامله میشه، بچه دار میشه، و یکیشون دوست مادر است، خوبه، که یه بچه 14 ساله عاشقش شده. یکی هم مادر بزرگه است که میگه خب مرده که مرده، بریم بقیه ادامه زندگیمون رو بدیم، بریم من زبانمو بخونم، بریم من مشقمو بنویسم، بریم من. بعد توی این مسئله مشقام من خیلی برام جالب بود. علیار میگه من درسم از همه بهتره. علیار میگه من درسم از همه بهتره. بعد میایم میبینیم که خب علیار تو چند دقیقه قبل فیلم مشقاشو داده خواهرش بنویسه. بعد اختلاف سنیشون چقدره؟ این 14 سالشه، اون 8 سالشه. یه بچه کلاس دوم چجوری میتونه یه بچه تمرین یه بچه سوم راهنمایی رو انجام بده؟ سوم راهنمایی میشه، اول دبیرستان میشه. تو این سیستم جدید آموزشی واقعا نمیدونم الان 14 سال چه کلاسی داره میخونه. چجوری میتونه؟ مگه انیشتینه؟ مگه نابغه؟ مگه ما با ماری کوری طرفیم؟ بعد میگه درسم از همه بهتره. خب تو که مشقاتو داری میدی، خواهرت بنویسه. علالقاعده درس خواهرت از همه بهتره، بنابراین درسش هم خوب نیست. پس ما با یک بچه مواجهیم که درسش خوب نیست، تو کار قمار، و اینم میشه کاراکتر بچه، اینم ضعیفه، اینم به درد نمیخوره. بعد اون طرف قضیه ما یه خانواده داریم. مهناز برمیگرده به مهری میگه مهری قبل از حمید من و تو کی بودیم؟ من بودم، تو بودی، دخترم بود، پسرم بود، مامان. خب طلاق بگیر. این طلاق بگیر، این فشاری که میاره که طلاق بگیر، حالا به خاطر یه اشتباهی، یه اتفاقی، یه صحبتی، یه چیزی، طلاق بگیر، ما دوباره میشیم همون جمع. خب بنابراین اصلا و ابدا فیلم خوبی نیست. نکته‌ای که هست، من یه جمله‌ای رو بگم خدمت آقای فراستی. آقای فراستی میگه فیلم خوبیه، اسمشو بذارید بخشش. دقیقاً بخشش کجای فیلم میشه جاش داد؟ کلمه بخشش رو کجای فیلم میشه جا داد؟ اونجایی که دختره سعی میکنه پدر شوهر خودش رو بکشه، در حالی که واقعا متوجه شد که، به نظر من متوجه شد که تقصیر مستقیم با پدر شوهره نبوده. خوبه. بعد خودش رو هیچ جا مقصر نمیدونه برای رفتارش و همیشه سعی میکنه بقیه رو مقصر بدونه. در نهایت هم میگه آقا من بزنم پدر بزرگ رو بکشم، که حالا عمرش به دنیا بود نمرد، برش گردوندن. توی صحنه CPR نشون میده که برش گردوندن. هیچگاه خودش رو مقصر نمیدونه. و نکته مقابلش اینه که در نهایت هم میگه خب علیار خاله، چه میدونم عزیز خاله، جمله اینجوری میگه و انگاری که دیگه قبول میکنه مرگ پسرش رو. خب یه ذره زمان میدادیم ما به جریان فیلم. خوبه یه ذره ما به جریان فیلم زمان میدادیم. یکی از مشکلات دیگه فیلم اینه که فیلم زمان رو خیلی تند پیش میبره جلو. یعنی شما رو ساعت، درسته 2 ساعت توی فیلمی و اتفاقات 2 ساعت داره میفته، اما فیلم به اندازه شاید 15 ما رفته جلو. خب این باید یک جوری نشون داده بشه توی فیلم که بله زمان رفت جلو، یه اتفاقاتی افتاد و این اتفاقات صرفا وضع حمل و بچه دار شدن مهری نیست. این خیلی مثلا یه جایی تو فیلم برمیگرده میگه مگه عقد نکردن، در صورتی که اصلا هیچ حرف و هیچ نقد و هیچ ارتباطی بین اون تایمی که مثلا مهناز داره تلاش میکنه مقصر پیدا بکنه برای فوت بچه‌اش با مهری، عقدش با حمید، اصلا شما هیچ کلویی نداری، هیچ جا متوجه نمیشه که چی شد. عقد کردن، همینجوری یه دفعه میاد توی فیلم میگه عقد کردن. خب یا مثلا اونجایی که اتفاق میفته که برمیگرده میگه من الان باید برم حضانت بچه‌مو بگیرم. خوبه شما میبینید تلاش رو دارید میبینید، اما از نظر زمانی جا نیفتاد برای ما. چی شد که ما رسیدیم به این که این آقا بشه هتل آمبولانس؟ یعنی اصلا انگاری که این بازیگر یه بازیگر سطح 2 توی فیلم. خوبه در صورتی که خواستگار بود، داماد بود، مراسم گرفت، ازدواج کرد، بچه دار شد. خوبه این شد هتل آمبولانس. خوبه اون دیالوگ هتل آمبولانس هم اولش گفتم واقعا دیالوگ خوبی بود به نسبت، و تلاش میکرد که نشون بده تو زندگی منو خراب کردی، منم زندگی تو رو خراب میکنم.
اما این مسئله دفاع برای حضانت گرفتن که حضانت دخترمو بگیر و اون صحنه آخر که آی سمخانی بلند میشه میره یه ذره به اون سکانس معنا میده، به اون صحنه، به اون گفت و شنودها یه ذره معنا میده، در حالی که اصلا تا قبل شما اصلا هیچ ذره ای علاقه به گرفتن حضانت دختر کوچیک توسط پدر بزرگ نمیبینید، در حالی که اینطوری نیست. به شدت حمایت میکنن، مخصوصا زمانی که پسر خودش فوت شده، به شدت حمایت میکنن، به شدت هوا دارن، به شدت علاقه دارن به نوه هاشون. مثلا توی جایی برمیگرده میگه وحشی، اون میگه وحشی جد آبادت. خب یه همچین دیالوگی واقعا اتفاق نمیفته بین پدری که پسرش فوت شده و نوهش. در هر صورت به نظر من امتیاز فیلم 2 از 10، واقعا فیلم ضعیفیه و فیلم به فیلم سعید روستایی داره بدتر میشه. مرسی که تحمل کردین، خیلی شاکریم. محمد الماسی هستم.